میزان مصرف یا دوز مصرفی چای کوهی، اگر عصاره چای کوهی رو افراد میخوان مصرف کنن 300 میلی گرم 3 بار در روز میتونن استفاده کنن. تنتور 1.5% چای کوهی رو مگر میخوان عزیزان مصرف بکنن 2 تا 4 میلی لیتر 3 بار در روز میتونن استفاده بکنن. کپسولش هم همین میزان هست، یعنی همون 300 میلی گرم هست که میتونن استفاده کنن. و خود همون 3 بار در روز هم دکتر قاعدتا زمان داره دیگه، مدت درمان هر کدوم از بیماری‌ها داره. مثلا 3 بار در روز 1 ماه 2 ماه حدود 3 هفته نهایت 4 هفته. نهایتا 4 در هفته. افراد صفراوی بهتر 3 روز تا 5 روز استفاده بشه. در افرادی که طبیعت بلغمی دارن اینها طولانی تر 2 هفته 3 هفته ای که عرض کردیم. در افراد سوداوی و بلغمی تحمل مصرف این دارو بیشتر، عوارض کمتر دیده میشه. به همین خاطر ما اینا رو باید با مصلحات استفاده کنیم، به ویژه عزیزانی که طبیعت صفراوی دارن و گرم و خشک هستن یا گرمی زیادی دارن مثل دموی ها، و یا افرادی که میتونن مستعد حساسیت به این دارو هستن. اونایی که آریتمی قلبی دارن یا ضربان قلب بالایی دارن بهتره با احتیاط مصرف کنن.